یه کاپکیک خوشمزه و عالی که طرز تهیه‌اش خیلی آسون و سریعه. هم میتونه مناسب دور همیاتون باشه، هم مناسب تغذیه بچه‌ها تو مدرسه. تخم مرغ و شکر و وانیل رو با دور تن همزن میزنیم تا کاملا کرمی رنگ و هجین بشه. بعد به نوبت روغن و ماست رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد و بکینگ پودر رو داخل الک میریزیم و تو 2 مرحله به مواد اضافه میکنیم. تو این مرحله باید دور همزن رو دور کند باشه. بعد از مرحله اول حتما دورگیری هم انجام بدید. وقتی که مواد کیکمون کاملا صاف و یک دست شد، حدود 1.5 ملعقه از اون رو سوا میکنیم. روغن، پودر کاکائو رو بهش اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم. من از قالب دونه‌ای استفاده کردم، شما میتونید از